من از جناب دکتر منصور خواهش میکنم که ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرن. من خیلی کوتاه سعی میکنم که ایشون رو معرفی کنم. دکتر حسن منصور دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و مؤسسه پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفوردند. ایشون کار نگارش و ترجمه رو در 22 سالگی آغاز کردند و تا سالهای 1353 حدود 10 کتاب انتشار داد، کتاب‌های بسیار بسیار پرارزش که در زمره اونها چند اثر از ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی برتراند راسل و اثر بزرگ جوزف شومیتر، اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش، استاد دانشگاه هاروارد قرار دارد. آقای دکتر منصور پست های بسیار زیادی رو داشتند و بعد از این اتفاقاتی که این فتنه‌ای که در ایران پیش آمد در سوئد بودند و در اونجا به کار خودشون ادامه دادند و اکنون هم ایشون فکر میکنم در پاریس هستند اگر اشتباه نکنم. جناب دکتر منصور، خود شما بفرمایید. من دقیقا نمیدونم شما آیا پاریس هستید یا اینکه در لندن. بفرمایید جناب دکتر منصور. دوستان گرامی و درود مجدد عرض کنم. از من خواستن عزیزان که در زمینه کار خودم یعنی اقتصاد خدمتتون صحبت بکنم و من زیره به کرمان نخواهم برد و در فرصت اندکی که در اختیارم هست قطعا از دریای اقتصادی ایران نمی شود صحبت کرد. من نقطه معین و ظریفی رو خدمتتون عرض می کنم که در واقع نمایانگر کل اقتصاد خواهد بود. از این تمثیل شروع بکنم. همان گونه یک قطره شبنم تمام جهان پیرامون خود رو در خود بازتاب میده، پول میتواند تمام مؤلفه های اقتصاد کلان رو در خود بازتاب بده. این حکم پولادین در اقتصاد معانی بسیار بسیار مهمی داره. اقتصاد دو قسمت داره. یک قسمت کالاها و خدمات، یعنی تمامی کالاهایی که تولید می شود و مصرف می شود، تمامی خدمات، هزاران با هزاران تنوع. در برابر اونها یک واحد همگن وجود داره به نام پول، چون هیچ کالایی، هیچ خدمتی بدون پول دست به دست نمیشه. بنابراین حجمی که برای پول تعریف می شود با حجم کل کالاها و خدمات برابری میکنه، یعنی متناظر همدیگر هستند، نظیر به نظیر همدیگر رو بازتاب بدند. از این رو اقتصاددانان برای سنجش حجم اقتصاد یا اقتصاد واقعی رو اندازه میگیرن که کالاها و خدمات با تمام تنوعات هزاران گونه خود، و یا پول رو اندازه میگیرند. به این ترتیب مقوله پولی تفاوتش با اون مقوله واقعی این است که پول همگن است، به این معنی که از یک جنس است، در حالی که مواد خوراکی با مواد پوشاک یا جاده و ساختمان یا تسلیحات یا مدرسه اینا قابل مقایسه نیستن. اون جنبه ارزشی این هاست که در پول بازتاب پیدا میکنه. از این حکم بنیادی اقتصادی حرکت بکنم چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. مکانیزم پولی که در نظام پولی مدرن در اختیار بانک مرکزی قرار داره، پیش از اون نهادهای دیگر، پیش از اختراع بانک مرکزی نوع دیگری پول وجود داشت. وارد این قضایا نخواهم شد، فقط عرض میکنم که پول مدرن که به توسط بانک مرکزی تولید بشود مجموعه تولید ملی رو بازتاب میده. بنابراین حجم پول
با حجم اقتصاد ملی تناسب داره. نه تنها تناسب داره بلکه به صورت معادله با هم برابری دارند. از اینجا آغاز میکنم بدون وارد شدن در ارقامی که میتونه عزیزان رو خسته کنه چند نمونه عرض میکنم براتون. من سال نرمال پیش از انقلاب رو 1355 گرفتم. چرا از 156 نه؟ برای اینکه 1356 سال آشوب و شلوغی بود و ارقام منظمی در دست نیست. 1355 از اونجا تا کنون مقایسه رو در بین این دوتا مقطع برای این دوران انجام میدم. در سال 1355 تولید ملی کشور برابر بود با 588 میلیارد تومان و این تولید ملی با 259 میلیارد تومان جابجا میشد. معنیش این است که هر واحد پولی 2.27 بار میچرخید در اقتصاد تا مجموعه تولید ملی رو بچرخاند. امروز در سال 1404 حجم تولید ملی به لحاظ پول جاری ریالی شده است 15 کاتریلیون تومان، یعنی 15 میلیون میلیارد تومان. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با 1155 شده است 25500 برابر. حجم پول از 259 میلیارد رسیده به 9 کاتریلیون تومان حجم نقدینگی، یعنی شده است 35,000 برابر. خب آیا این ارقام معنی دارند؟ من اینا رو میخوام معنی دار کنم تا برسم به اون نکته‌ای که خدمتتون طرح میکنم. اقتصاد به لحاظ پولی شده است 25,500 برابر، ولی به لحاظ واقعی وقتی با قیمت‌های ثابت اون دوران بسنجیم واقعا حجم کالاها و خدمات چه مقدار افزایش پیدا کرده. به اون لحاظ حساب بکنیم حجم اقتصاد شده است 1.85، یعنی کمتر از 2 برابر. تولید ملی ایران با همون پول ثابت که بسنجیم که این پول ثابت رو از شاخص قیمت‌های مصرف کننده بانک مرکزی ایران در دست داریم، آن محاسبه رو بکنیم حجم تولید ملی کشور شده 1.85. حجم جمعیت چقدر زیاد شده؟ 2.46 از 35 میلیون رسیده امروز به 86 میلیون. نتیجه نخستینی که در این ارقام میتونیم ببینیم این است وقتی حجم تولید ملی زیر 2 برابر افزایش پیدا میکند ولی حجم جمعیت تقریبا 2.5 برابر میشود، سهم هر فرد ایرانی امروز در مقایسه با سال 1955 شده است 75 صدم برابر، یعنی در برابر هر 4 واحدی که اون روز داشت از کالاها و خدمات امروز فقط 3 واحد در اختیار داره. یعنی مردم ایران به طور متوسط فقیرتر شده است. توان معیشتیش از 4 به 3 تقلیل پیدا کرده است. همه اینها بر مبانی آمارهای صادر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که خدمتتون عرض میکنم. صحبت بر سر این است چه اتفاقی میافتد که تولید ملی زیر 2 برابر رشد میکند ولی تولید پول 35,000 برابر میشود. خب در اینجا معجزه اتفاق میفته. تولید 2 برابر و کمتر از 2 برابر، حجم پول 35,000 برابر. خب پول بارون که نیست از آسمان بیاد، پول از طریق نظام بانک مرکزی تولید می شود. پس اینجا باید
عمد و نقشه و برنامه‌ای وجود داشته باشه. این عمد و برنامه و نقشانه چیست؟ خدمتتون من اینا رو شمار میکنم عمده ترین پدیده هایی که پول میتواند انجام بدهد. نخستین اونها این است. ببینید، جریان انقلاب سبب شد گروه ها و اقشار و طبقاتی که احیانا فرودست بودند، برخی هم فرودست نبودند، عمدتاً فرودستان کمک آنان بودند، اینها بر سر کار بیان. خب رهبری این جریان در دست گروه ها و جریان هایی بود که اتفاقا فقط بخش بسیار اندکی از آن نظیر آیت الله های بزرگ پولدار بودند، بقیه جز اقشار متوسط و پایین دست بودند. اولین اقدامی که به نظر این جریانات مطرح بود این بود که اینان باید به جایگاه ثروت دست پیدا بکنند و تمامی دیگرانی رو که اینان به دیده حرمت بهشون نمی نگریستند پایین بکشند. یعنی تحول طبقاتی در جامعه. مکانیزم پولی می تواند ساختار طبقاتی جامعه رو دگرگون بکنه. با یک مهندسی پولی میتونه این کار انجام بده. نمونش خدمتون عرض بکنم. ببینید، همون سال 1155 یک دانشگاهی با حدود 15 سال سابقه کار 5000 تومان حقوق داشت. امروز یک دانشگاهی با حدود 15-20 سال سابقه 25 میلیون تومان حقوق داره. یعنی قدرت خرید او امروز برابر است با 38 صدم آن روز. 1/3 آن روز قدرت خرید داره. پس ملاحظه میکنید موقعیت اجتماعی استاد دانشگاه به عنوان نماینده اقشار صاحب فکر و معلم به 1/3 کاهش پیدا کرده. در برابر این ما کسان دیگری که به کاست حاکم روحانیت و وابستگان مربوطن حقوقهای 100 میلیونی 200 میلیونی فراوان داریم. در نتیجه یک تحرک طبقاتی چشمگیر انجام گرفته. در نتیجه کسانی که دیروز جزء طبقات متوسط قرار داشتند امروز جزو فقرای جامعه قرار گرفتند. کار دیگری که مهندسی پولی میتواند انجام بدهد این است که از دارایی های مردم خلعیت به عمل بیاورد. یعنی وقتی پول موجود شما هر روز مثل یخ در زیر آفتاب تموز در دستتون آب می شود و سالانه 40% از قدرت خرید خود را از دست می دهد، 1 میلیون تومان امروز شما فردا می شود 600,000 تومان، پس فردا می شود 350,000 تومان. در نتیجه این ثروت در دست مردم آب می شود، ولی در دست کسانی که در حاکمیتند، چون اونا می توانند هم درآمد ریالی خودشون بالاتر بگذارند و هم پول خود رو در زمینه های بگذارند که اونا در کالاها حفظ کنند، اونا فقیرتر نمیشن. اکثریت مطلق مردم فقیرتر میشند. و شما از اینجا میرسید به این ارقام که چگونه است که امروز بین 60 تا 70% جامعه ایران فقیرند و حدود 30-35% مردم ایران زیر خط فقر سیاه قرار دارند. یعنی نمیتونن نون شب رو تامین بکنند. کار سومی که مکانیزم پولی انجام میده چیه؟ معجزه‌ای میکند و اون این که دارندگان و اونایی که تسلط بر مکانیزم پولی دارند میتوانند سالانه برای خود هزاران میلیارد تومان بدهی بالا بیارند و چون هر سال 40% از این بدهی آب می شود، به جای پرداخت بدهی سالانه 40% 35% از ارزش بدهی رو کاهش بدند. با این مکانیزم شما میتونید تریلیون ها، هزاران تریلیون، در واقع دولت امروز ایران در حدود 3 کاتریلیون بدهی داره.
از این کاتریلیون بدهی سالانه بین 30% دست کم تا 40%ش کاهش پیدا می کند، برای اینکه اون بدهی با پول کم ارزشتر پرداخت خواهد شد. پس مکانیزم بزرگ دیگر پول عبارت است از ذوب کردن بدهی ها. در نظامی که تورم وجود داره، پسنداز کننده میبازد، وام گیرنده میبرد، و برای اینکه این اتفاق واقعا بیفتد نظام سعی میکند نرخ سود پرداختی رو کمتر از نرخ تورم نگه داره. در نتیجه اگر یکی امروز 24% بهره دریافت میکند، ولی قدرت خرید پول خودش بین 35 تا 40% کاهش پیدا میکنه، در نتیجه پسنداز کننده سالانه تریلیون ها تومان میبازد و بدهکاران که بزرگترین بدهکار کشور خود حاکمیت و دولته، این بدهی ها رو از طریق تورم آب میکند. نکته چهارم، تورم امکانی رو در حاکمیت میگذاره که مالیات بدون قانون وضع بکنه. من ذیل این مطلب جداگانه چاپ کردم به عنوان تورم مالیات بی قانون. در نتیجه وقتی تورم میاد، این تورم از همه کس مالیات میگیره. مالیات بدید اشلون داره، پله داره. برای اونایی که درآمد زیاد دارن یه مقدار، برای درآمد کمتر دارن به کسان معافیت مالیاتی میده، اینطوری. ولی حتی اگر یکی فقط 10 تومن تنها درآمد داره، یعنی فقیرترین جامعه فرد اون جامعه است، سال ماهانه مثلا 1 میلیون تومان درآمد داره، تورم پول او را هم میخورد. یعنی تورم تمامی اقشار جامعه رو، اونی که مایه حیاتی زندگیشون اون رو میمکه و همه اینا رو فقیرتر میکنه. در نتیجه فقر عمومیت پیدا میکنه. پیامد مجموعه اینها این است که امنیت روحی فرد و خانواده و جامعه ناپدید میشه. در یک همچون نظامی که تورم در اونجا چارنل میتازد، در اونجا خانواده ها میپاشند، ازدواج ها به طلاق می انجامد، جوان ها امکان ازدواج تشکیل خانواده پیدا نمی کنند، مردم به هم بدبین میشن، اعتمادها برمیخیزه، به طور که سرمایه اجتماعی به تحلیل میره. امروز در اقتصاد ایران به طور باز آمار رسمی بانک مرکزی به طور متوسط از هر 100 چک 15 داش نکول میشه، یعنی اعتبار چک از بین میره. این رقم در بعضی جاها از 100 تا به 40 میرسه. در نتیجه اعتماد اجتماعی از بین میره، جامعه دچار یک بی‌اعتمادی در تمام عرصه ها میشود. این داستانی که عرض کردم مجمل آنی است که مکانیزم پولی در دست یک حاکمیتی که غیر مردمی، برخواسته از اراده مردم نباشه، میتونه سر جامعه بیاره. در نتیجه در جامعه ایران کنونی ما از تمام اهرم‌های دیگری که در دست قدرت قرار داده ایم، یکی از مهمترین اونها مکانیزم پولی است. غالباً دولت‌های خارجی از این نگران بودند که مبادا جمهوری اسلامی به بمب اتم دسترس پیدا میکنه. قطعا بمب اتم در دست حکومتی زیانمند و خطرناکه، ولی به هیچ وجه خطر بمب اتم برای مردم در دست چنین حاکمیتی از بانک مرکزی بیشتر نیست. بمب اتم میتونه دیجای رو تخریب کنه، ولی نمیتواند تمام خانواده ها رو به ذلت بکشونه، عمر رو برای اونا تبدیل کنه به عمر نکبت و بدبختی. و درآمد ایران رو امروزه من ایران رو در درون خودش سنجیدم، مقایسه نکردم با کشورهای دیگر. در این مدتی که جمهوری اسلامی بر سر کار بوده، متوسط جهانی
حدود 3.5% در سال رشد کرده. اقتصاد همسایه ما ترکیه 2.5 برابر اقتصاد ایران شده، در حالی که سالی که انقلاب کردیم ترکیه 60% اقتصاد ایران بود. کره جنوبی در همون سال 60% تولید ملی ایران رو داشت، امروز دست کم حدود 7 برابر تولید ملی ایران رو داره. به این ترتیب حوادث دیگری هم جدا از اونی که من عرض کردم مکانیزم پولی در درون این نظام حضور داره. ولی مجموعاً خواستم عرض کنم که مکانیزم پولی یکی از مکانیزم هایی است که به تنهایی میتواند سرنوشت کشور رو دگرگون کنه و این عملاً مورد آگاهانه مورد بهره برداری نظام قرار گرفته. من در مقاله به عنوان مهندسی فقر از طریق بانک مرکزی مطلب جداگانه چاپ کردم. بانک مرکزی چگونه میتواند فقر رو مهندسی کنه و جامعه رو به فقر سیاه بنشونه. این کار است که انجام گرفته. تا زمانی که دوستان گرامی این حاکمیت این چنینی بر سر کار هست، قطعا کشور روی رفاه و فلاح نخواهد دید. این یکی از مکانیزم هاست، مکانیزم های بسیار برنجی در دست یک حاکمیت امروزی قرار داره که از همه اونا میتواند به زیان کشور و مردم استفاده کنه. از جمله همین پدیده که امروز شاهدش هستیم، بی آنکه مردم بخواهند ملت رو کشان کشان به کام جنگ میکشونند، در حالی که این جنگ مردم ایران نیست، جنگ ملت ایران نیست. به این ترتیب مجموعه اینها آوار این همه خرابی رو بر سر مردم نگون میکنه و مردم رو در گرفتاری میندازه. به این ترتیب اگر واقعا در اپوزیسیون آگاهی به این مسائل بسیار بسیار جدی و جنبه های علمی و فنی که امروز در دست حاکمیت وجود داره وجود نداشته باشه و اونا اگر سبب نشوند که این اپوزیسیون با آگاهی به عمل مشترک دست بزند، آینده ملت ایران علیرغم شایستگیشون زیاد روشن به نظر نخواهد رسید. با آرزوی توفیق برای مردم ایران، برای آرزوی توفیق برای همه کوشندگان ایران دوست، من عرایض خودم رو به پایان میبرم. اگر مسئله‌ای بود که از سخنان من برخواسته باشه خدمتتون هستم. با تشکر فراوان.